سلام، امروز یک شاهکار داریم. شاهکاری از تلفیق هنر فرش دستباف ایرانی و هنر معماری. مسجد نصیرالملک شیراز یکی از شاهکارهای گردشگری ایران با شیشه‌های رنگی بسیار زیبا. این مسجد در سال 1293 به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک ساخته شد و زمان ساخت اون حدود 12 سال بوده. این مسجد بسیار زیبا 2212 متر مساحت داره و 2980 متر زیربنا. این مسجد به قدری زیبایی که ذهن هر بیننده و هر گردشگری رو به خودش معطوف میکنه و گردشگر رو ترغیب میکنه به بازدید از این مسجد بسیار زیبا. این فرش به قدری با کیفیت و با تعداد رنگ بالا بافته شده که وقتی که شما به فرش نگاه میکنید این حس رو به شما میده که شما در مسجد نصیرالملک دارید قدم میزنید. فرش های زیبایی که در این تابلو به کار رفته حدود 10 تخته است که هر کدومش نمای زیبایی از هنر فرش دستباف ایرانی را به نمایش عموم گذاشته. پیشنهاد میکنم که این فرش زیبا رو در گالری جدید فرش دستباف با هم به تماشا بشیم. به امید دیدارتون.